سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز من. امروز می‌خواهیم در مورد اینکه چرا بعضی از خانم‌ها به رابطه مقعدی رضایت میدند و یا اونو دوست دارند رو بررسی کنیم. شماره 1. لذت بخش بودن رابطه مقعدی. دلیلی که بعضی از خانم‌ها به این مدل رابطه علاقه دارند اینه که رابطه از پشت با رعایت نکاتی مثل استفاده از لوبریکانت براشون لذت بخشه. بنابراین با رضایت کامل رابطه مقعدی رو میپذیرند و وجود عصب‌های مختلف در مقعد و تفاوت ارگاسم مقعدی با ارگاسم واژینال میتونه از دلایل لذت بخش بودن این مدل رابطه باشه. نگه داشتن دوست پسر یا شوهر در رابطه. بعضی از خانم‌ها از رابطه مقعدی به عنوان یک امتیاز استفاده می‌کنند. یعنی فکر میکنند اگر به این مدل رابطه رضایت بدند دوست پسر یا شوهرشون باشون میمونه و به دنبال کسی دیگه ای نمیره. البته در دراز مدت این تکنیک اصلا جواب نمیده. حفظ بکارت. بعضی از خانم‌ها به این دلیل به رابطه مقعدی تن میدن که در رابطه جنسی با دوست پسر یا نامزدشون نمیخوان که بکارتشون از بین بره. البته هیچ علم و منطقی پشت این قضیه وجود نداره. زمانی که لذت جنسی میبرید و به ارگاسم میرسید یعنی رابطه جنسی داشتید، چه از جلو چه از عقب. پذیرفتن رابطه مقعدی به عنوان یک امتیاز. بعضی از خانم‌ها همیشه رابطه از پشت رو قبول نمی‌کنند و فقط در مواقع خاص به صورت محدود و به عنوان امتیاز ازش استفاده می‌کنند. مثلا اگر طرف مقابل فلان خواسته اونها رو برآورده کنه برای رابطه مقعدی چراغ سبز نشون میدن. رابطه مقعدی در زمان پریود یا جلوگیری از بارداری. بعضی از خانم‌ها در زمان پریود و بعضی دیگر به خاطر نگرانی زیاد از بارداری به رابطه مقعدی هم رضایت میدن. راضی نگه داشتن یک شریک جنسی. در بعضی از کیس ها زنها از تعهد و وفاداری پارتنر یا شوهرشون خیالشون راحته و در این زمینه نگرانی ندارن، ولی فقط به خاطر راضی نگه داشتن طرف مقابل به این مدل رابطه رضایت میدن. و بعضی از خانم ها فقط در زمانها یا مواقع خاصی مثل روز تولد یا سالگرد ازدواج به عنوان هدیه یا جایزه رابطه مقعدی رو به مردشون اهدا میکنن. تجربه کردن یک چیز جدید. و بعضی از خانم‌ها هم تجربه کردن یا برای تنوع و تزریق هیجان به رابطه جنسی رابطه از پشت رو قبول می‌کنن و این هم برای خود خانم بسیار جذاب و هیجان انگیزه. به نظر شما چطور میتونه رابطه مقعدی به بهبود یا تنوع در زندگی جنسی یک زوج کمک کنه و چه نکاتی باید در نظر گرفته بشه تا این تجربه به صورت ایمن و لذت بخش انجام بشه؟ لطفاً برام کامنت کنید. و اما متاسفانه بعضی از خانم ها به اشتباه فکر میکنن که رابطه مقعدی جزء پکیج رابطه جنسی. اما باید اینو بدونید که رابطه مقعدی جزء پکیج رابطه جنسی نیست. بنابراین یک مرد نمیتونه یک زن رو مجبور کنه که حتماً باید رابطه از پشت داشته باشه و اون آقا نمیتونه اون خانم رو به زور وادار به رابطه مقعدی کنه. ممنونم که تا انتها همراه من بودید.